قانون ترمودینامیک چی میگه؟ انرژی از جسم گرم به جسم سرد منتقل میشه. شمایی که ادعا دارین فضا خلأ بدون ماده هست و دارای سردی بسیار بالا و بدون فشاره، چجوری تمام گرمایش و انرژی زمین رو به فضا تخلیه نمیکنه؟ این یه نقض بزرگیه واسه قانون ترمودینامیک. اونایی که همچین ادعایی دارن یا در مورد فیزیک هیچی نمیدونن یا در مورد نجوم و فضایی که ناسا دانش واهیش و انتقاد داره به طرفداراش. تناقض علمی دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیلش اینه که مردم فکر نمیکنن. مردم در مورد چیزهایی که آموختن، حتی توی دبیرستان، توی دانشگاه، در موردش فکر نمیکنن، فقط سر امتحان حاضر میشن و نمره میگیرن. منظورم در مورد افرادیه که تحصیلات آکادمی رو گذروندن. ساده ترین قانون فیزیک نمیتونی درک کنی که فضا خالی از هر گونه انرژی و دارای خلا است. بدون کانتینر امکان حفظ انرژی و ماده داخل زمین نیست.